30مین گردهمایی درباره کشتار زندانیان سیاسی. به یاد و در گرامی داشت همه جانهای شیفته‌ای که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت، در همبستگی با سالگرد جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی. در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگمان باد این جان، شرممان باد این نان، اگر فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست اعمال حاکمیت خود را با اعدام و ترور شروع کرد و پایه‌هایش را با خون هزاران زن و مرد مبارز در دهه 60 تثبیت کرد. بعد از آن با افت و خیزهایی به کشتار نسل‌های بعدی، به ویژه در دیماه 96، تابستان 97، آبان 98 و در نهایت در جریان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی پرداخت. جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدنش به رهبری خمینی و سپس خامنه‌ای با سرکوب و کشتار، استبداد و دیکتاتوری مذهبی را به توده‌های مردم و جامعه ایران تحمیل کرد. اما توده‌ها نسل به نسل جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن را به چالش کشیدند و بابت آن نیز هزینه‌های سنگینی پرداخت کردند. مبارزات توده‌های مردم در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی به مرحله نوینی ارتقا یافت و ضمن اینکه اقتدار استبداد را به لرزه درآورد، موقعیت انقلابی را پدید آورد که زمینه‌های آن در آبان 98 ظهور کرده بود. جنبش‌های اجتماعی در ایران، چه اصلاحی، اعتراضی و انقلابی، ضمن به چالش کشیدن استبداد و اقتدار جمهوری اسلامی، ماهیت دادخواهانه و عدالت‌جویانه داشته و در نهایت در جنبش زن، زندگی، آزادی به براندازی و موقعیت انقلابی رویید. در 30مین گردهمایی درباره کشتار زندانیان سیاسی، ضمن گرامی داشته یاد و خاطره مبارزانی که جانشان را در زندان، در خیابان و رویارویی با جمهوری اسلامی و برای آزادی و رهایی توده‌های ستم کشیده و رنج دیده مردم از قید حکومت استبدادی سرمایه‌داری مذهبی جمهوری اسلامی از دست دادن، به بررسی این خیزش‌ها و ماهیت دادخواهانه آنها تحت 2 عنوان زیر می‌پردازیم: خیزش‌های اجتماعی، زمینه‌ها، رویکردها و نکات مشترک آنها با هم و انقلاب 57. دادخواهی و نسبت آن با انقلاب. سخنرانان توکل و محمد رضا نیکفر به بررسی خیزش‌های اجتماعی، آناهیتا رحمانی به بررسی دادخواهی و نسبت آن به انقلاب می‌پردازند. هنرمندان: فریبرز فخاری، هنرمند نامدار کرد، گروه هنری لوار با خوانندگی نغمه کوهستانی، خواننده سرشناس هرمزگانی و همراهی گیتار حسین کردین و میلاد آزادپور. محل برگزاری: سالن اجتماعات هوسپیتر استکهلم. زمان برگزاری: ساعت 6 بعد از ظهر، روز شنبه 16 سپتامبر 2023.
کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.